همه ما میدونیم که نیمار رفته داخل سانتوس و یادگاریش در مثلث MSN به جا مانده. خب قراره بریم با مثلث MSN داخل FC بازی کنیم. رقیب سختی هم برامون آورد. اوه چی میشه؟ توپ طلا رو داره و بله MSN رو مشاهده کنیم. نیمار، سوارز، مسی که بله ببینیم که نیمار میتونه نشون بده چه دورانی داشته. دست شما درد نکنه. خیلی خوب. کاکا، نیمار در برابر کیمیچ. آخ چرا اینقدر قوی کیمیچ جان. بله نتم یکم داره ارور میده. آی نیمار این هدف اصلی داخل این ویدیو نیماره. نت هر دوتا بازیکن، هم من و هم اون، در حال مشکل کوبل به یوتیوب. ماشاءالله. وای بچرخیم. بکام، نیمار، سوارز، پدری بزن. نزد. آقا نیمه اول تمام شد. خدای پینگ رو نگاه کن. 999 371. ایول پینگ ایول. به دیبالا این فقط بازی نبازیم خودش خیلیه. نمیخواد ببریم. ما این پینگ جذاب و دیدنی. بازی من جذاب نیست. دیدن اینکه پینگ حالا بالاتر از 999 میره یا که خیلی جذابه. هاکان وقتی که پلش سازی دست میادی که برادران عزیزمون داره. راول خدایی راول هم برای ما شد آدم. تا حالا فکر میکردم راول هافبکیه. باور کن. هافبک نیست. نه شاید فیلتر بشه. نه دماغ فیلتر خاموش. خیلی خوب. کاکا برزیلی چه وضعیه؟ بچه خودمون میدونیم چون این ویدیو به تایتل نیمار بوده باختمون گیر داده رو راول. آقا چه مشکلی؟ میخوای راول 101 شما رو به رخ ما بکشی؟ باشه فهمیدم راول داری جون حال کن. انکارم ای وای آقا این داره راولشو به رخ ما میگه. راولشو داره به رخ ما. رئالشو داره به نو. یکیشو داره به رخ ما میگه. هاکان بگیر. سوارز ولی این آرم وای فای که اون بالا هست هر 1 دقیقه بار میره. 3 ثانیه برمیگه. 3 ثانیه دوباره میره بعد برمیگه. آقا دارم گل میزنم. داشتم کامبک میزنم. داشتم 3-2 میکردم کارو. شما چرا تو میزنید؟ این بود نیمار عزیز دلغک ساله ما که واقعا هم دلغک هست. دلغک برزیلی. البته به نیمار فنا توهین نشه. نیمار خیلی بازیکن خوبی بود و شاید داخل سانتوس هم خوب باشه ولی خب دیگه چی بگم. من بازیم در حدی نیست که با نیمار بزرگ نمایی کنم. خداحافظ.